سلام دوستان عزیز. خب خوشحال هستم که با یه درس جدید توی مجموعه پارسلو با شما هستم. داریم زبان اسلوونیایی یاد میگیریم، اصول کار رو داریم یاد میگیریم. یه فعل جدید میخوایم امروز یاد بگیریم که فعل داشتنه. خیلی خب، پس از این فعل ما اینجا میخوایم در واقع فرم‌های مختلفش رو یاد بگیریم. خب شما با پایانه صرف افعال هم آشنا میشید. خب. یاز ایمام، یاز ایمام. تی ایماش، تی ایماش. اون ایمام، اونا ایمام. پس یاز ایمام، تی ایماش، اون ایمام، اونا ایمام. پس این پایانه افعال به این شکل ام خب و ش و آ برای معمول فعل ها خواهد بود. البته این فعل داشتن هم از افعالیه که باز بیقاعده است، چون ایمیتیه بعد میشه ایما. حالا میریم سراغ ما دوتا، شما دوتا و اون دوتا. میدو ایما و، میدو ایما و. پس ما دوتا داریم. ویدو ایماتا، ویدو ایماتا. اون شما دوتا دارید. اونا دو ایماتا، اونی دو ایماتا. خب اگه دقت کنید اینجا با یک پایانه و تا و تا روبرویی. خیلی ساده، مثل این که بگیم واتاتا واتاتا. یه در واقع راتاتویی وجود داره، پس این هم شبیه اینا رو بگیم واتاتاتویی. پس واتاتا. خب ایما مو، می ایمامو، می ایمامو. خب پس ما داریم وی ایماته، و ایماته. شما دارید اون ایمایو و اون ایمایو. پس این هم در واقع پایانه است که برای فرم جمع استفاده میشه. خیلی خوب، پس این رو من اینجا اینو هم هایلایتش کنیم و یو. این خیلی خوب. پس این هم پایانه هاییست که ما واسه فعل داریم. پس هم فعل در واقع داشتن رو اینجا یاد میگیریم، هم با پایانه افعال در فرم در واقع حال آشنا میشیم، حال ساده. خیلی خوب، پس این هم از این. خیلی خوب دوستان عزیز، پس من پایانه ها یا به اصطلاح اسلوونیاییش هم گونچنیتسه برای صدانیکو میخوام بهتون بگم. صدانیک معنای زمان حال هستش. پس ببینیم چه پایانه هایی اینجا وجود داره. پایانه هایی که ما واسه زمان حال استفاده میکنیم مثل ایمام، این چرا اینطورش. پس مثل ایمام و ش مثل ایماش. خیلی خوب، بعد دیگه چی میتونیم داشته باشیم؟ آفرین، و ایما و تا ایماتا و تا ایماتا. خب ایما مو، آفرین، ایما ته، این ایما یو. خیلی خوب، پس حالا شما در واقع اینجا توی این جدولتون به این شکل پایانه ها رو میبینید. این برای فرم مفرده، این برای فرم در واقع دویناست، دوتاییه، و این برای فرم جمعه. خیلی خوب، پس من میخوام بگم که من دارم، مثلا میگم ایمام. میخوام بگم تو داری، ایماش. اون داره، ایما. ما دوتا داریم، ایما با. شما دوتا دارید، ایماتا. اون دوتا دارن، ایماتا. خب ماها داریم ایمامو، شماها دارید یا شمای محترمانه دارید ایماته، و ایما یو که یعنی اونها دارن.
این ایماته یعنی شما دارید و در واقع گفتم که فرم سوالی هم خیلی ساده تبدیل میشه. مثلا من یه جمله بگم که مثلا ایمام آوتو ها، من یه ماشین دارم. خیلی خوب. حالا بعد میخوام بگم تو یه ماشین داری، پس میگم ایماش آوتو. خیلی خوب. بعد میخوام بگم که سارا ماشین داره، پس سارا ایما آوتو. very good. حالا وقتی که من میگم که ایمام آوتو، میخوام از دوستم بپرسم که آیا تو ماشین داری؟ بهش میگم ایماش آوتو. پس برای فرم سوالی همونطور که قبلا گفتم یه آ یا آلی فرق نمیکنه، میاد اول جمله. بعدم بچه‌ها ببینین یه آ یا آلی بود. این علی نیست ها. خیلی خوب، علی نگید. من دیدم بچه‌ها میگن این آلیه. آلی ایماش، آلی ایماش آوتو. چون حالا من بهتر ترجیح میدم همون آ رو بهتون بگم. ایماش آوتو، تو ماشین داری؟ خب حالا میخواد بگه بله دارم، میگه که یا ایمام آوتو. میتونیم یازم برداریم دیگه. شما تو فارسی هم میگین آره ماشین دارم، نمیگه آری من ماشین دارم ها، میگه آره ماشین دارم. یا ایمام آوتو یا یاز ایمام آوتو. خیلی خوب. پس این هم در واقع فرم سوالیش رو هم براتون گفتم. جلسه بعدی مقداری مثال میگم، چون وقتی شما فعل داشتن رو یاد میگیرید در واقع وارد مرحله چترتی سکلون خواهید شد، یا همون سکلون یا فرم 4 که با هم دیگه خواهیم خوند. خیلی خوب. پس تا جلسه بعد موفق باشید. آدیو.